UPayNet — это современное приложение, которое позволит вам быстро пополнить счет мобильного кошелька DC Wallet из США и Канады. زناگل ریمونتای ما داشتم. چه دیوام ماکو شدی دیوام؟ Soya makul ganda zöte dosh. دیدی آفتم کم آپ میبین زور میکنه آفتای نبین چه دیلمون گیوین اون دیزاینی نشون داده کیش باید گردست. همین با art مبل هایکو همین دیزاینی کخنیامای کده داد کو و همه خیلی خوش رو داداش همین دیلا مانگی باین هم تو به کخنی بینی آقای بمزه کده ند میبیاد بابایش هیچی گاردیروب نیچ خیلی وسیعی کنم بیه بالون درام ده. آنجا موش مویا میگو جات. زور زاتم خیلی زن فقط مو بهایده. زور رحمت آت میبینه. کن این خانی نام مویا میبیلوی خوش رویه و یادم امروز دیدم به میبیام. مادری من میبیامه. قاینا جانا. قاینا جانت میبیامه. شو قاینا جانت کشید نمیشه من آش بمیرم. دیدی ابا. امروز با جان میبیام. هفت نشده همینجور شد. فهمیدن؟ هفت نشده؟ هفت نشده؟ هفت سخت با وقت زنه اگه کن انصاف بیدن. یا با جان بیان گمی تا دزده یکم میگشتی که تانه به وقت یا کلوب میگشتی که تانه گمی یا چریزین مست شده میامدی که تانه گمی یا کدام میشه گم میگیمی همشه میگم نباشد برای نگفتنم یک هفته است تو را گیرجیم هفت نشده میبین همه خیلی می اما خیلی نباشد وام وام گویم چه؟ تو اولی که منه همشه فقط خودت بر از خود میگیری که نه وام بگم چیز میگیری نه من بگم چیز میگیری فقط خودت بر جنسی مگزین میری سوم که چه میگیری گفته میگیری همشه گویم آخه وام دونه ما آخه میگفتگی بودم که اگر تو خفه نبید ما یکم بهانه یافته استعمال میگفتگی بودم همه خیلی تصور دیگه یا وام گویم وام 10,000 سوم پولم بود وام همین پولات من به دکار رفته بود تو نه است خواهرات به داده گیت گویم وام دونه داخل داداش هفته نه یعنی ده ها و بیدم یه شدید چیه؟ انا باشد ویام گویم آخه آقاد کرام خوشت نبیاد اگر سرات دار میکند کتیه یا مانده شدم میگویی هم به رستوران آخود زکاز میکنی پیتزا زکاز میکنی پول و یا برگر زکاز میکنیم که همین هم گویم هم وجود دام ندارم داداش گوش کنید شما آخه بیوقت میبید که اون دنگیرید هم مرده کچوه میگردد خانه چا میکند خانه زنه کامیش ند داداش من وجود به همش خودم میفهمانم هم میکند داداش وجود من جان نمیکند نه چو جان میکند من حیات داده جانش ما واشو لخته نمیشه مالش نه چم قاینام آخه گپایشون میدادشان و چه یک هفته نبیدم هیچی شرکت داروسازی ویستا خواهان سلامتی شماست.